محتوا کنی برای مسلمانای اندونزی تو وبسایت، درسته؟ میای میری توی ترند، توی ترند میری میگردی اول شهرهای اندونزی یا جاهایی که در ارتباط اصلا میری توی ترند، اون کلمه رو سرچ میکنی، دنبال وبسایت هایی میگردی توی ترند، توی از ترند دنبال وبسایت هایی میگردی که این وبسایت ها دارن مرتبط با مثلا مسائل فرهنگی هم، فرهنگ اسلامی هم یا اخبار اسلامی هم. درسته؟ شما میخواید مثلا صدور فرهنگ کنید، صدور و فرض مثال دانش چی بهت میگم، دانش در ارتباط با همون موضوع اخبار در واقع میشه شیعیان انتشار اخبار کنید، درسته؟ اصلا میخوای شما بیایی ببینی که فرض مثال جنگی که در ارتباط با جنگ بحرین شیعیان بحرین شده، اول میای نگاه میکنید بازتابش تو دنیا توی کجاست، توی ترند نگاه میکنید، ببین توی ترند چند تا در واقع آپشن داره، درسته؟ خانم اینجا بشینید ترند رو باز کنید، توی ترند شما میرید پروداکت داره، نیوز داره، عرض کنم خدمتت که با چی؟ پروداکت داره، نیوز داره، ایمیج داره، درسته؟ میرید توی نیوز ها میبینید، اصلا دنبال اول از کل شروع میکنید، دنبال از بحرین چه کلماتی از بحرین مثلا اتفاق افتاده میگردن، میاد میبینید مثلا کشورهای انگلیسی زبان مثلا مثل مالزی، کشور انگلیسی زبان مثل اندونزی، کشورهای انگلیسی زبان مسلمان چه کسایی واکنش نشون دادن. حالا میخوایم هم به زبان مثلا تایی بنویسیم، یه 14 زبان، درسته، این 10 زبان، هم زبان اندونزیایی بنویسیم محلی، هم انگلیسی بنویسیم. اینجا میریم توی ترند، همین پایینی هست، میریم توی ترند انتخاب میکنیم ببینیم های کلماتش چی هستش، درسته؟ شروع میکنیم های کلماتش که در اون کلماتی دیگه بیشترین سرچ رو داره، چون اونا دارن دنبال مطالب مهم دارن میگردن، درسته؟ حول محور فکریشون رو پیدا میکنیم که فرهنگ سرچشون در ارتباط با چیه، شروع میکنیم به نوشتن، شروع میکنیم به نوشتن، تولید محتوای عادیمون رو که در جهت خبرمون هست انجام میدیم. بنویسید گوگل ترندز. اولیه بود، یه دونه بک بزن. نداره، بک هم پشتش هستش. بزن. بعد فرض مثال راجع به این کار شما میاد چیکار میکنید؟ تولید محتوا میکنید. تولید محتوا که کردید فقط اون رو میاد در ارتباط با این مسئله هی بهینه میکنید و این هم مهمه که شما جامعه آماری رو که گیر میارید میخواید بیشترین مخاطب رو از لحاظ رسانه داشته باشید دیگه، درسته؟ سعی میکنید که فرض مثال میخواید اون خبر رو که تونید بیاد بیشترین کشوری که بازدید کننده رو داره میاد بر اساس اون شروع میکنید، بعد این ریستر مثلا تو خیلی از کشورها میبینید که مثلا خبرگزاری‌های خیلی قوی دارن، ولی خبرگزاری قویشون دارن اون اخبار رو به زبان محلیشون میگن. اگر صحبتش تمام بشه من بقیه صحبت رو میکنم. چی میشه فاطمه؟ یک کلمه مثلا سرچش مثلا میخواد انجام بده، میتونه الان مطلبش رو بگید مثلا چه کلمه‌ای؟ یک کلمه رو نه اصلا منظورم که برای 19 زبانه، برای هر کدوم بنده اصلا هم 19 زبانش رو شما باید در واقع میشه گفتش که ما یه وبسایت داریم، که میاد میگه که 20 تا زبان دنیا که مطرح دنیاست الان داره سرچ تولید محتوا میشه توی گوگل، مال اینترنت استات فکر کنم اون جلسه هم بهتون یه چیزی نشون دادن که تاپ زبان‌های دنیا توی گوگل چیه، درسته؟ میاد میگه اولیش مثلا انگلیسیه، اولیش اصلا که طبیعی چینیه، چون از هر 4 نفر مردم دنیا یکیش چینیه، به احتمال اینی که همه به مردم دنیا رو جمع کنن از هر 4 نفر یکی چینی باشه خیلی زیاده، یعنی 25% مردم دنیا چین از 8 میلیارد نزدیک 2 میلیارد جمعیت داره، درست؟ اونا خیلیشون با چینی دارن این کار انجام میدن. منتها ما مطلب رو برای هر مطلب باید انتخاب کلمات اون مطلب کنیم، تازه برای اینکه که فرض مثال ما میخوایم با 3 زبان مثلا عربی، فرض مثال فرانسوی و انگلیسی در ارتباط با وبسایت تولید محتوا کنیم، این تولید محتوا رو که انجام میدیم باز بر اساس فرهنگ اون منطقه که این تولید محتوا رو بریم انجام بدیم، خبر عمومیمون اختصاصیمون هم برای هر URLمون مثلا یکیشو داریم در ارتباط مثلا با اخبار شیعیان داریم انتشار بدیم، یکیشو داریم مثلا برای معرفت اهل بیت، شناخت اهل بیت داریم چیز، یکی رویدادهایی که داره اتفاق میفته، یکی هم فرض مثلا داریم رفتار اهل بیت رو مثلا توی این رفتار توی این برخوردی که به وجود اومده داریم بگیم،
که گفته مثلا چیکار کنید، ما فرض مثال چه چیزهایی باید رعایت کنید، چه چیزهایی که مثلا توی دنیا اتفاق میفته که به مخاطب نشون بدیم به عنوان یک رسانه که ما حقانیت داریم، ما داریم در ارتباط با فرض مثال مطالبات شیعه بودن به عنوان یک رسانه خبری داریم دفاع میکنیم. اینا یه چیز در واقع کلی که در ارتباط با تولید خبر هست که دیگه اونها قواعد خاص خودش داره، ولی هر بخشی اون رو ما اختصاصا روی اون کار میکنیم. و اینم عرض کنم خدمتتون خانم زمازه، شما خلبات سئو می‌خرید، خانم میرزایی، آقای عرفانی، توی بحث تولید محتوا یا باید شما به اصطلاح کسی کارمندی رو داشته باشید اختصاصا تخصصش این باشه. یه ویدئوی دیروز من گفتم همونطوری که سازمان‌ها معاونت برنامه‌ریزی دارن، معاونت مالی دارن، معاونت بازرگانی دارن، یه معاونت الان به عنوان معاونت وب مارکت باید داشته باشن، معاونت ای بیزینس باید داشته باشن، باید تخصصا روی این کار باشه، تخصصا باید روی این کار باشه. چرا؟ چون الان ابزارهای این گسترش پیدا کرده، ساختار این الان زیاد شده، زیرساختش ما 42 میلیون الان کاربر داریم فقط توی ایران. روی این مورد که مد نظرتون باشه، تا خودتون تولید محتوا نکنید هیچ کسی کار انجام نمیده. اینی که میگه من میخرم فلان میکنم 5 ساعت می‌نویسه. یه کار دائم باید پاش باشی، تولید محتوا کنی، هی ارتباط بگیری جلو بری. بعد عرض کنم خدمتتون که این بحث تموم شد مال وبلاگ. ببین وبلاگ دو تا بحث رو پوشش داد. یکی که شما چطوری این بحث این سه تا بحث قبلی رو پوشش داد به عنوان یک کار عملی، درسته؟ چطوری تگ بذاری، تگ گذاری ما اون چی بود؟ تگ گذاری همون زیره بود که گفتم به علاوه دیگه، درسته؟ اون بقیه‌اش هم که کیورد و کانتنت گذاری رو اون بالا چطور بود؟ تولید محتوا رو گفتم بر اساس چی انجام میدیم؟ ترند. بر اساس اون ماتریسی که من خدمتتون عرض کردم. آره. درسته؟ آره. چرا انجام میدیم؟ حالا یک سری چیزاشو مولی خب همین درباره ما هم که داریم می‌نویسیم باید بگینه بنویسیم. خب عرض کنم خدمتتون که خسته شدید؟ نه. آره. رو مورد بحثی که چیز رو گفتم، ایمیل مارکت رو گفتم، اس مارکت رو گفتم، مدیا مارکت رو گفتم، تو خود ویدیو مارکت رو گفتم که اصلی که خیلی مهمه چیه؟ تایتل گذاریمون، دیسکریپشن گذاریمون، درسته؟ لینکامون. آره، لینکایی که داریم انجام میدیم. یکی از 40% سومی که خدمتتون عرض کردم در ارتباط با اینی که برای ما ترافیک میاره، بحث تبادل لینک که گفتم لینکامون باید لینکای خوب باشه، لینکای خراب نباشه. لینک خراب یعنی چی؟ یعنی من میرم از یک سایت لینک میخرم، درسته؟ لینک من رو میذاره. من هم فرض مثال لینک اون رو میذارم. یا اصلا اون تبادل لینک میکنیم، میگه میتونم لینک من رو بذار، منم به عنوان یه آدم معتبری که اون هست لینکش رو میارم میذارم. میگم خانم میذاری لینک به من بدید، میگه من لینک شما رو میذارم. میگم خب منم لینک شما رو براتون میذارم، درسته؟ ولی زمانی که از وبسایت خانم میرزایی میخوام توی سایت من برم، من یه آدمی هستم که بی‌غیرم تو کار سایتم، اصلا کار ندارم. میگم مثلا اون URL هم یا اون مطلبی که دارم اصلا سایتم داون میشه. همین که یه نفر بره توی وبسایت ایشون اومده چند تا لینک معتبر گذاشته، لینک رو ببینه یه وبسایت خراب اومد، ببینید 3 تاشو بره 4 تاشو بره ببینید این چه سایت در واقع میشه گفتش که سایت بدیه، چه سایت چقدر بی‌انضباطه، هر چی لینک گذاشته لینک‌های خرابه. لینک‌ها باید لینک‌های با ارزشی باشه مضاف بر اینی که هاستینگ های این سایت ها هاستینگ های مختلفی باشه. هر چی ما بتونیم از نظر بحث به اصطلاح اون تنوع هاستینگ، تنوع آی پی مختلف باشه لینکامون، که لینک هایی که داره میریم توی سایت های مختلف. یکی از علت‌های شرکت های طراحی سایت یه دفعه افت کردن توی گوگل این بود که دیدید طراحی سایت میکنن زیر سایتشون می‌نویسن سایت مثلا واسه بوتون توسط شرکت مثلا ندا درست شده است. آره. اصولا می‌نویسن. اینا رو من اکثرشون رو می‌بینید حالت امضای الکترونیکی داره، یه حالت یه چیزی هستش که همه دنیا این کار انجام میدن. اونا ببینن خودشون 1000 تا سایت داشتن، 1000 تا سایتشون هم رو هاست خودشون بود، سایت خودشون هم رو در واقع هاست بود. یه دفعه گوگل میومد میدید که این داره همش حالت متقلب میشناسه، میدید که تمام لینکاش مربوط به یک هاسته. حالا درسته 500 تا دومینش مشتریه، خیلیشون مکاتبه کردن که حالا بعد از اینکه خود گوگل یه استثنایی رو برای این قائل شد،
ولی مقبول نیست براش. شما دارید لینک میدید، اگر محبوب باشید بحث محبوبیت دیگه، باید لینکاتون اینقدر محبوب باشید، سایتتون نشون میده که محبوبیت شما اینقدر زیاده که دارن ازتون لینک میگیرن. خیلی جا هست شما لینک میخرید، سایت های اتوماتیک هم هست، چه ایرانی چه خارجی مثل plus.ir، شما میاد اونجا اعلام میکنید تبادل لینک، ولی هر کس که خواست باهاتون لینک تبادل کنه سایتش سایت با ارزش باشه. چیز میکنید چند لحظه استراحت کنید.